سلام به همراهی همیشگی انگلیش گپ. به کانال خودتون خوش اومدین. با یه قسمت دیگه از سری گرامر اومدیم که با همدیگه باشیم و پیش نیازی که امروز قبل از شروع کردن بحث گرامر رو قرار یادش بگیریم مفعول جملات انگلیسیه. مفعول چیه و اصلا چرا اسمش انقدر همه جا میاد؟ تو جواب دادن به این سوال باید بهتون بگم که مفعول در کنار فعل و فاعل یکی از 3 جزء اصلی جملات انگلیسیه. حالا شاید براتون سوال بشه که چرا مفعول انقدر مهمه. قبل از جواب دادن به این سوال بریم سراغ همون جمله‌ای که توی قسمت‌های قبلی مثال زدیم و قرار شد که توی هر قسمت یکی از اجزاشو ببریم زیر ذره‌بین و یادش بگیریم. خب وارد بخش مفعول‌ها میشیم. جمله‌ای که توی قسمت‌های قبلی مثال زده بودیم جمله I wash my car every day بود، به معنی من هر روز ماشینم رو میشورم. این جمله از کلمه‌های I، کلمه wash، my، کلمه car و everyday تشکیل شده. کلمه I به معنی من فاعل جمله است که فاعل اول جمله ها میاد و توی انگلیسی بهش میگیم subject و یا به طور مخفف بهش میگیم sub. کلمه wash به معنی شستن فعل جمله است. فعل توی جملات بعد از فاعل میاد که توی انگلیسی بهش میگیم verb. کلمه my به معنی مال من و یا چیزی که مال منه. ضمیر ملکی هست و بهش توی انگلیسی میگیم possessive adjective. کلمه کار به معنی ماشین مفعول جمله است که توی انگلیسی بهش میگیم object و یا به طور مخفف obj مینویسیم. و کلمه everyday به معنی هر روز قید زمانه که توی انگلیسی بهش میگیم adverb of time و کاربردش اینه که به همون میگه عملی که توی جمله انجام شده چه زمانی اتفاق افتاده و یا قرار اتفاق بیفته. جمله I wash my car every day رو در نظر بگیریم، به معنی من هر روز ماشینمو میشورم. حالا بریم 3 جزء اصلی جملات انگلیسی رو با دلیل پیداشون کنیم. توی این جمله چه کاری انجام میشه؟ شستن. حالا کدوم یکی از کلمه ها معنی شستن میده؟ کلمه واش. از کلمه واش میشه فعل جمله ما که به همون میگه توی جمله چه کاری انجام شده. حالا کدوم یکی از کلمه ها داره کار شستن رو انجام میده؟ یعنی داره میشوره. کلمه I به معنی من. پس کلمه I میشه فاعل جمله ما. فاعل یعنی اون کلمه یا اون کسی که داره اون کاری که توی جمله گفته شده رو انجام میده. حالا مفعول رو پیداشون کنیم. کلمه I که میشه فاعل ما داره چی رو میشوره؟ داره ماشین رو میشوره. یعنی کلمه کار. پس کلمه کار میشه مفعول جمله ما. حالا قضیه تا حدی روشن‌تر شده برامون که چرا 3 جزء اصلی جملات انگلیسی فعل، فاعل و مفعوله. یه مثال بهتر و راحت‌تر بزنیم. علی حسن را زد. توی این جمله چه کاری انجام میشه؟ زدن. پس کلمه زد میشه فعل جمله ما. حالا کی داره میزنه؟ علی داره میزنه. پس علی میشه فاعل جمله ما. حالا بریم مفعول رو پیداش کنیم. علی داره کیو میزنه؟ علی داره حسن رو میزنه. پس حسن میشه مفعول ما. فاعل و مفعول نقطه مقابل همدیگه، یعنی دقیقاً برعکس همدیگن. فاعل کننده کاره و مفعول اون بخشیه که یک کاری روش انجام میشه. خب بریم که توی این جمله 3 جزء اصلیشو پیدا کنیم. علی killed a dog. علی یک سگ را کشت. واسه اینکه 3 جزء اصلی رو پیدا کنیم اول باید بریم سراغ فعل جمله. توی این جمله چه کاری انجام میشه؟ کار کشتن. پس کلمه killed که معنی کشتن میده فعل جمله ماست. فعل به ما میگه چه کاری توی جمله انجام میشه. کار کشتن رو کی داره انجام میده؟ علی داره کار کشتن رو انجام میده. پس علی میشه فاعل جمله ما. فاعل اول جمله میاد و بعد از فاعل توی جمله فعل میاد. حالا واسه پیدا کردن مفعول چی کار کنیم؟ ما باید ببینیم فاعل جمله که داره کار کشتن رو انجام میده داره چی رو میکشه؟ داره یه سگ رو میکشه، یعنی کلمه داگ. پس کلمه داگ میشه مفعول ما. فاعل یه کاری انجام میده، مفعول یه کاری روش انجام میشه. خب توضیح مفعول ها به زبان ساده همین بود و برای کسایی که میخوان شروع کنن و یا زبانشون به سطح بهتری برسونن همین مقدار کافیه. ولی الان میخوام 2 تا نکته بهتون بگم که سطح اطلاعاتتون در مورد مفعول ها یه لول بره بالاتر و این بخش خصوصا برای بچه‌هایی که میخوان توی کنکور تخصصی زبان انگلیسی شرکت کنن و توی رشته‌های مترجمی و تدریس زبان انگلیسی فعالیت کنن مناسبه.
نکته اول، توی بحث فاعل ها گفتیم که فاعل روی نوع فعل تاثیر داره. یعنی اول باید ببینیم فاعل جمله چیه، بعدش فعل جمله رو با توجه به فاعل انتخاب کنیم. برای مثال اگه فاعل جمله ما ضمیر I باشه باید بعدش am بیاریم، I am. ولی اگه فاعل جمله ما ضمیر he باشه باید بعدش فعل is بیاریم، he is. و به همین ترتیب فعل جمله روی بودن یا نبودن مفعول تاثیر داره. یعنی چی؟ یعنی نوع فعل ما تعیین میکنه که جمله ما به مفعول نیاز داره یا نداره و اینجا جاییه که افعال گذرا و ناگذرا میان وسط. فعل ناگذرا چیه؟ فعل ناگذرا فعلیه که برای ساختن یه جمله فقط نیاز به یه فاعل داره و به مفعول نیاز نداره. برای مثال فعل اسمایل به معنی لبخند زدن رو در نظر بگیرید. با کلمه اسمایل به معنی لبخند زدن میخوایم یه جمله بسازیم. فعل جملمون که فراهم هست همون کلمه اسمایله و اول از همه باید یه فاعل به جمله اضافه کنیم. از احمد استفاده میکنیم. احمد اسمایلد، احمد لبخند زد. احمد میشه فاعل جمله، اسمایل هم میشه فعل جمله. و وقتی به معنی این جمله دقت میکنیم، احمد لبخند زد، میبینیم که این جمله کامله. یعنی این که به چیزی به اسم ادامه جمله نیازی نداره. چرا؟ چون احمد با لبخند زدن روی چیزی نمیتونه تأثیری بذاره که اون چیز مفعول باشه. یه مثال دیگه بزنیم. فعل سیت به معنی نشستن میذاریمش توی جمله احمد sat، احمد نشست. احمد فاعل جمله است، sat فعل جمله. به معنی جمله دقت کنین، احمد نشست. این جمله همینجا تموم شده است. چرا؟ چون احمد با نشستن نمیتونه روی چیزی تأثیر بذاره و وقتی فاعل جمله روی چیزی نتونه تأثیر بذاره یعنی مفعولی وجود نداره. فاعل روی مفعول تأثیر میذاره و وقتی احمد میشینه خب روی چیزی تأثیر نمیتونه بذاره و به این فعل ها میگن فعل ناگذرا، فعلایی که به مفعول نیازی ندارن. فعل گذرا چیه حالا؟ فعل گذرا فعلیه که وقتی میخوایم باهاش جمله بسازیم علاوه بر فاعل به یه مفعول هم نیاز داره. برای مثال فعل want به معنی خواستن رو در نظر بگیریم. با فعل want به معنی خواستن یه جمله بسازیم و میذاریمش توی جمله احمد wants a bicycle. احمد یک دوچرخه میخواهد. احمد میشه فاعل جمله ما چون که چیزی رو میخواد. want به معنی خواستنه که میشه فعل جمله ما و کلمه بایسیکل به معنی دوچرخه میشه مفعول ما. چرا؟ چون احمد که فاعله یه چیزی میخواد. چی رو میخواد؟ بایسیکل رو میخواد، یعنی دوچرخه رو میخواد. پس بایسیکل میشه مفعول جمله ما. حالا بیاین این مفعول جمله رو حذف کنیم. جمله‌مون میشه احمد wants، احمد میخواهد. به معنی این جمله دقت کنین، احمد میخواهد. ما وقتی اینو میشنویم خود به خود برامون سوال میشه که خب احمد چی رو میخواد؟ آب میخواد، غذا میخواد، ماشین میخواد، خونه میخواد، دوچرخه میخواد. برای همینه که میگیم فعل want یه فعل گذراست، یعنی به مفعول نیاز داره. نکته دوم، گاهی اوقات پیش میاد که توی یه جمله دو تا مفعول وجود داره. اینجا رو قشنگ گوش بدین که خیلی جالبه. وقتی توی یه جمله دو تا مفعول داریم اینجا جاییه که مفعولها رو به دو دسته تقسیمشون میکنیم. مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم. مفعول مستقیم که تو انگلیسی بهش میگیم direct object، شی یا کسیه که فاعل جمله کاری روش انجام میده. یعنی دقیقا مثل همین مثالایی که تا حالا زدیم. علی یک سگ را کشت. علی یک کاری انجام میده تو جمله، روی سگ داره انجامش میده، یعنی سگو میکشه. پس سگ میشه مفعول جمله ما. و مفعول غیر مستقیم که تو انگلیسی بهش میگیم indirect object که شخص یا حیوانیه که مفعول مستقیم رو دریافت میکنه. میدونم یه خورده گیج کننده است ولی الان یه مثال میزنیم و قضیه قشنگ برامون روشن میشه. مفعول مستقیم شی یا کسیه که کاری توسط فاعل روش انجام میشه و مفعول غیر مستقیم شخص یا حیوانیه که مفعول مستقیم رو دریافت میکنه. یه جمله مثال بزنیم که دو تا مفعول داشته باشه.
She gave the boy some money. او به پسر مقداری پول داد. توی این جمله اجزاشو مشخص کنیم. توی این جمله چه کاری انجام میشه؟ دادن. کدوم یکی از این کلمه ها معنی دادن رو میده؟ کلمه gave. پس gave میشه فعل جمله ما. حالا کی داره اون چیز رو میده؟ کلمه she داره این کار رو میکنه. پس she میشه فاعل جمله ما و کلمه های the boy و some money میشن مفعول های ما. The boy به معنی پسره و some money به معنی مقداری پول. حالا بیاین تشخیص بدیم که کدومشون مستقیمه کدومشون غیر مستقیمه. مفعول غیر مستقیم چی بود؟ شخص یا حیوانیه که مفعول مستقیم رو دریافت میکنه. بین این دو تا مفعول ما the boy به معنی پسره و some money به معنی مقداری پول کدومشون داره چیزی دریافت میکنه؟ the boy داره مقداری پول که some money باشه رو دریافت میکنه. پس the boy معنی پسره میشه مفعول غیر مستقیم یا indirect object ما. مفعول مستقیم چیه؟ همون چیزیه که مفعول غیر مستقیم دریافتش میکنه. مفعول غیر مستقیم ما the boy داره چی رو دریافت میکنه؟ some money، یعنی همون مقداری پول. پس some money میشه direct object یا همون مفعول مستقیم ما. به همین راحتی. خب اینم از بخش گرامرها. امیدوارم که این مطالب رو به طور کامل یاد گرفته باشین، چون وقتی که وارد بخش گرامرها میشیم از این مباحث یعنی پیش نیازها زیاد استفاده میکنیم. و اگه ویدیو و چنل منو دوست داشتین لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. مرسی بابت نگاه‌های گرمتون. تا قسمت بعدی، خداحافظ.